واقعی ما در درون تاجیکستان تا قمی کلاغاس رحمانوفیا 70 دامادش که یک حیات خون خلق ما را خورده کرد، همه زواد فابریکا به خاک یکسان کرد. دشمن واقعی ما انمی نامرد، انمی ذات دایو سایکا. باید ما سرجم شیم. او شهرمردای که دلال گرانس او چین گذرونده باید او نمبرن. خدا نمبرن. خدا جنگ نکنن با او پرا. هیچ وقت باید جنگ نکنن. اینجا در کو از همین 101 دیویزیا چی در فرمودا با این چین میزنن. یک جنگ شوه همه او یک سن میشن با همین شهر بچهای ما پیش میرن. باید جنگ نکنن یو. این همین کلاغاس رحمان فوز یگون جنگ پنگ نمیشوه، یگون گپ نمیشوه ای مردم، یگون جنگ پنگ نمیشوه. قاتل ما رحمان فای، کشنده ملت رحمان فای، بدبخت کننده ملت رحمان فای، مهاجر کننده ملت رحمان فای، همه ما رحمان فای. طالب در فکر ما نیست. طالب هم وطن خودش آباد کنه ما گذاشتیم ای بحر یک چیز دیگه. اما وطن خودش 40 سال جنگ امر آرام که گپ نیست. شما گرین آدمای زور دستی ای می عند الله نازل شدگی اومدگی بگیره تنش کنه وطن تو آخرسان. تماما ما در فکر یگان چیز دیگه نباید باشیم. هیچ کس زن و فرزند دختری تو را تربیت نمیکنه. هیچ کس در فکر زن و فرزند و مادری تو نیست. بار دیگر میگم در فکر زن و فرزند، در فکر تربیت فرزندان و نزدیکان خودتون باشه. پدران و مادرها باید که فرزنداشون را دقت بتین. بعد با یک سال 2 سال 3 سال گریه نکنه که انا که زن کودکاش قطعی خستن رفتن امارات اسلامی رو در اوج انا تریشون کردن. انا دخترم 13 هم شوشه کرده است. 7 طالب دیگه گرفته است. بار دیگر میگم تو فریب نخری. بار دیگر میگم تو والله دیگه بازی سیاسی است. اینجا فریب نخره در این مسئله. این مسئله نیست که مردم تاجیک فریب این مسئله را بخورن. امی اکا جان، امی اشرف غنی امیران گمی کلاغاس رحمانو یا دیکتاتور همه مال ملک افغانستان از دزدید برده دیگر دولت. هنوز نخواست. اگه میگرز گره خراب با ابراد نمیگردن میآید مهم که برای ما اون سیاست یگان که اهمیت نداره. بار دیگر میگم و ما تنها اون چیزی که وطن خودمون است ما باید فکر وطن خودمون باشیم. اصلا من در سر جای نماز مکه جان دعا میکنم که خداوند همین کلاغاس رحمانو فی جمعه گریزه و در قپی ما بزنه که خیلی خلق ما عذاب میکشه کو انا همین خیر در درون زندان عذاب کشه ما را نمیکشیم قطر در خونی او وابشه نمیکنن خون شارکن میفهم در درون زندان فقط خیلی شهر بچه ما عذاب کشیدن کو انا هم خیلی عذاب کشه که گپ است که این خلق به من نفرت داره.